از پایین الگو 2 سانت بیرون میریم، از قسمت دور سینه 2 سانت. برای الگوی پشت هم به همین شکل و خط پهلوها رو میکشیم. برای الگوی آستین هم از قسمت دور بازو 2 سانت بیرون میریم، از این قسمت هم 2 سانت و خطی تا پایین میکشیم. برای حلقه آستین روی خط جدید برای الگوی پشت 2.5 سانت، الگوی جلو هم 2.5 سانت پایین میریم. از این 2.5 سانت به نقطه موازنه حلقه آستین جلو و نقطه موازنه حلقه آستین پشت متصل میکنیم. برای آستین هم نصف این اندازه برای قسمت جلو 1.25 و قسمت پشت آستین 1.25 پایین میریم و این اندازه ها رو به نقطه های موازنه متصل میکنیم. حالا از نقطه موازنه حلقه آستین جلو و آستین جلو باید اندازه بزنیم که حتما برابر باشن. برای الگوی پشت هم به همین شکل.